قرار دارم در دهه چهارباغ نقض باغ سیب اینتنسیوی. میوه سیبی که میبینیم نامش مودی فرانسوزی باشد. ایتالیا این بوده است. ولی 2 ماه هست تو پخته رسیدنش. الان معلوم است چقدر سیبی خشومی باشد این ببینید. من تازه کنم. فریدون این چند گرم میشود؟ تو 250 گرم میشود. اینجا بسیار بستگی توقع نمیکنه. میکنه توقع. همدوران عزیز ما اومدیم که از این سیب پیوندش رو گرفتیم برده در خونه پیوند میکنیم و در باغ بعد 2026 2027 به فروش میبریم. سیب مودی این یکی از سیب هایی که در تاجیکستان حال قریب که عموما نیست، در بازارش نیست و این حالی 2 ماه پس من خدا خواهد اینجا میبیایم به شما نشون میدم که این قدر چند قدر کلون میشود. این بعد درازترک میشود. سیب نامش مودی پیوند کرده ایستادیم. دکبر 2026 январ феврали 2027 از من میتونید خریداری کنید. بسیار نیست، ممکن من 40 50 دونه کنم از این. اساسی پینک لیدی میکنم و زالاتوی گلدن و مودی و گالا. انا هم دوران عزیز این بود سیب مودی. انا اینجا روشن نشون داد چقدر میبندد. این سیاه میشه کیس کاملا. این سیاه میشه ده؟ سرخی سیاه میشه. این چخلی که فریدون گفته ایستاده صاحب همین سیب. این از سرخی سیاه میشه. این علاقه معلوم است. این حالی سیبی که حالی سرخ نشده است، این سرخ شده است، از سرخی من اینش علاقه سیاه شده است. درست؟ 2 ماه تا 2 ماه این چنان سیاهی میشود که این بهترین سیب میشود. دیدید؟ آن هم دوران عزیز ما از بهترین سیب ها زیاد میکنیم تا اینکه دهقان های ما باغ های اینتنسیوی شنونن صاحب سیب های بهترین شوند، صاحب پول شوند، بسیار شود در تاجیکستان چی شود ارزانی شود و خلق تاجیکستان بملال سیب خورد، ویتامین خورد. همین دوران عزیز در پناه خدا باشید.